قبول دارم که ما کار اشتباهی کردم و با دو ویدیوی گذشته خودم ما این گناه خودم قبول کرده بودم که ما اشتباه کردم که دست بالا کردم. دختر بسیار زد ایموشنال است، تو او را زدی، از خانه بیرون کردی اور باز یک روز هم صبر نمیکنی اور این رقم ویدیو را به سوشل میدیا پست میکنه که مریم من یک دختر نه 100 دختر را دارم، به جای من هر دختر میباش دل او را این قسمت تیکه تیکه می. ما اگر داخل ما یک کنیم 2 ماه میشه بزنس خود ایلا کردیم تباه کردم مریم بزنس ما را این چیزا رو نمیگه مریم آماده بر شما نمیگه که این حقایق است که ما 2 ماه میشه گریه میکنم. او گفت که من کل بیزنس که شروع کرد من خراب کردم. نه اصلا غلط است، چون که مبین جان چی بیزنس شروع کرد صحیح است، من قبول میکنم که فایده کرد. یک 6 ماه بیزنس کرد، یوتیوب را اعلان کرد، شما خودم میفهمین. به تیک تاک 3 یا 4 ویدیو را انداخت اور کل درآمد که به یوتیوب ما کرده بودیم طرف تیک تاک کرده بودیم کلشان مبین به بیزنس خود انداخت. باز بود بیزنس چی منافع کردم 2-3 لک اور او 2-3 لک که فایده کردم اونم به بیزنس انداخت. او ما تیفل داریم، ما یک فیوچر داریم، تو با می بیزنس دیوانگری نمی تیفل فیوچر چی میشه؟ صحیح است، تو بیزنس میکنی کار میکنی خب به چی جای تو اصلی درآمد داری اون رو خب به جای میمان. کلان کردی خیلی کلان کردی ما کاملا شکستیم. همه قسمه که تو از من شکستی ما هم از تو شکستیم. بیخی دل ما تیکه تیکه کردم. بعد از این من ایتو فکر کردم که مبیجان هر چیز را خلاص کردم، هر رشته بین ما مبیجان بود کلشان را تیکه تیکه کردم. چی بگویم دوست عزیز؟ انشالله که دوستی عزیز اینا رایان جنبی و بتونم دوباره رایان جنبی ببینم و امروز یک فیصله بالاخره بکنیم. اگر اینا باز دروغ کده یا به خاطر که موتر در ندم یا کدام کار نکنم دروغ کده، اگر بچه را باز ببرن باز دوباره پس به من نیارن، باز من میفهم که چی کار بکنم. ای گفته که اگر رایان جان را ما ایره نمیتون این موتر را بسوزانم، خاطر موتر ما رایان را طرف مبین جان رای نکردم. ما خاطر ای رای کردم اگر موتر را ای بسوزانم زیاد غالمغال میشه. ما ای گپا را بفهمیدم زیاد غالمغال میشه، پلیس می آید ایره میبره، ایره طرف ترخم او طرف بیرون میکنه، چون که ای یک خاطر پاکستان می باشه. که مبین جان گفته که اینی فامیلی که کلشان هستن خاطر موتر رایان رای کردن. اول مرا سلی زدی، باز از خانه مرا بیرون کردی، باز ویدیو را میندازی، باز مرا به سوشل میدیا بیاد میکنی، به کام خویش تو بیاد میکنی. اگر ما از خانه رفتم من حق دارم. این اخطار من هم به مریم هم به فامیل مریم همه گیر میشنوه، این گپ مرا میشنوه، مادر میشنوه، پدر میشنوه، انشرا خواهرش میشنوه که من رایان اگر به دست ما بیاید ما اور میبرم، ما سوارش پشیمان نشی. مریم تو هم میشنوی، سوارش پشیمان نشی، من میبرم گم میکنم، خودم گم میکنم، رانم گم میکنم، یاد شما باشه. اور میبرم این طرف و طرف کشور. ما این گپ طرف پلیس بردیم گفتیم ایرا سعی این رقم گپا را میزنن اور اغوانی است. اونا تو را میگرفتن اور طرف بارڈر افغانستان تو را رای میکردن. اول خود این راه را ما بسیار آسان راه را داشتیم که تو را از پاکستان بیرون میکنیم اور کل سامان خانه موتر این کل چیزها را میگیریم با آسانی، بسیار با آسانی. دیگه این که تو جنجال میکنی، جنگ میکنی، به امی گپا ما میتونیم تو را طرف افغانستان رای کنیم. خونه مبین ما خاطر امی چوب بودیم یا ما رفتم از خانه یا ما صبر میکردیم که گپای خراب نشوه، چون که کار غلط تو کردی بازم ما صبر میکردیم. مریم هم دیگه من نمیخوام ببینم، مریم هم باشه من خانه شما باشه. به می مایده رسیدیم دیگه، گپا خب با این جر بس بود. ما رقم دیگه دخترا
زندگی خود را خراب نمیکنم، چونکه ما خو خاطر تو بسیار بازم به می جنگ ها فکر کردم. خود تو خیلی داو زدی به باره ما. خب به امی کل گپا من نتیجه را گرفتم که همراه تو من نمیتونم زندگی را بکنم. تو میگی که تو همراه ما زندگی نمیتونی بکنی. ما همراه تو زندگی نمیتونم بکنم. انشالله که دوستی عزیز اینا رایان جنبی را و بتونم دوباره رایان جنبی ببینم و امروز یک فیصله بالاخره بکنیم. اگر اینا باز دروغ کده یا به خاطر که موتر درد ندم یا کدام کار نکنم دروغ کده، اگر بچه را باز ببرن باز دوباره پس به من نیارن، باز من میفهم که چی کار بکنم. باز من خانه تو خو هر هفته یک دو روز می آید همراه تو ساتری میکنه باز میرم. خب من نمیایم چون که من خاطر تو بسیار فکر کردم اور باز همی فکرم تو مرا بد ساختی دیگه ما حوصله ندارم. اور دوست عزیز ما خاطر امینه آمدم که ویدیو رو بگیرم که من خود را صحیح ثابت بکنم. ما خاطر امی آمدم چون که مامی جان مرا هیچ راه نداشت که من چوب بشونم بسیار اگر ما امروز نگفتم باز سبب ویدیو را انداخت باز سبب ویدیو انداخت کل کام خیش طرف زنگ می آید کل روز از خانه ما رقم قیامت است. مادر ما گریان میکنه که او مادر پدر فامیل ما میفهمه که من غلط نیستم. خب بازم او گریان میکنه چون که من دختر هستم. اگر به زندگی ما هیچ کار شود اونو کل زندگی بیزت میشه، کل زندگی اونو خراب میشه، کل زندگی برادر ما خراب میشه. خب بازم مخاطب خود فیصله میکنم ما زندگی تنها میکنم همراه رایان جان، چون که چی رقم این مرا بیزت کرده مبین جان نمیتونم دیگه زندگی بکنم.